کلا فقر خیلی چیز عجیبیه. حتی وقتی میگیم فقر معنیش این نیستش که ما مثلا پول نداریم. ما پول داریم برای اینکه بتونیم تا آخر عمر زندگی کنیم. مگر اینکه بخوایم چیزی بخریم. که در اون صورت خیلی زود پولامون تمام میشه. ولی با همه این اوصاف ما توی خونه‌های کلنگیمون، توی ماشین‌های درب و داغون و خسته‌مون، توی سفره‌های خالیمون یه چیزی داریم که بالا شهری‌ها توی برج‌های بلند میلیاردیشون، توی ماشین‌های آخرین مدلشون، توی گاف صندوق‌های پرشون ندارن. اونم بدهیه. ای کلک. بدهی کمر ما رو شکست آقا. یعنی ما اینقدر بدهی داریم، تنها راهمون واسه اینکه بدهیامون رو صاف کنیم اینه که خونه‌مون رو بفروشیم. که اونم صاف خونه‌مون نمیذاره. بدو ایشینا پاس روی همگی.